هفته‌های اخیر حتی پیش از آن که حکومت تاجیکستان وجود کووید 19 را در کشور اعتراف کند، بعضی ففتیدگان را دختران بدون رعایت رسم و آیین ودا با نزدیکانشان به خاک سپاریدند. در این روزها قبرهای پیدا گردیدند که در بالای آنها سلوفان کشیده شده است. خبرنگار رادیو آزادی افسانه اکابر شوی و در یک صحبت ویژه از معاون رئیس آرامگاه سری آسیای دوشنبه سبب چنین احتیاطکاری را پرسید. بارون که سخت شد مثلا سلافان میپوشن همین قبرو نچوکم درون در رفتن نزنم این خیل این برای یگان دیگه چیزایی نیست خیل تمام این سلافان برای قبر بارونی بسیار برف بسیار شدنده تگ نرود تمام این همین مقصدی سلافانی میپوشوندگی من همین چیز. با استفاده از فرصت افسانه اکابر شو از این مسئول سوال کرد که تا امروز چند مید زیر چاره‌های احتیاطی دفن کرده شدند. همین 20 تا 25 تا ما اینجا وای کردیم منزل کردگی آدم خودم دیگر زیاد نیست در اینجا. در یک روز چند جنازه را می‌برن؟ در یک روز اینجا قبرستان شهری که هست مثال جوش میشد که یک تا جوش میشد که 4 تا جوش میشد که نیست. ضمناً بعضی ساکنان از دیگر گوشه‌های جمهوری با فرستادن نوارها میگویند اخیراً دفن میت‌ها بدون شرکت نزدیکان و بعضاً در شبانگاه عادت شده است که مایه نگرانی میباشد. در این بین نمایندگان کمیته دین با سازمان جهانی تندرستی موضوع راه امن ولی با رعایت طلبات مسلمانی دفن هلاک شدگان از بیماری کووید 19 را در میان گذاشتند. تفصیلات از میرزا نبی خالقزاد. تن به جان بهرالله را از بیمارخانه تا نزد در منزلش آوردند و به قبرستان بردند. طبیبان نگذاشتند پیوندان به جسد نزدیک شوند. این ساکن شهرک غانچه ناحیه دوشتیج با نشانه‌های بیماری کووید 19 بیمار بود و روز 12 می ففتید. همه روزه چندین عکس و نوار از گوشه‌های کنار تاجیکستان پخش می شود که جسدها را زیر چاره‌های احتیاطی خود طبیبان به خاک می سپارند. بعضیش را بدون خواندن نماز جنازه زیر خاک می کنند. به اطلاع رسمی شمار عمومی گرفتاران به کرونا ویروس روز 12 می به 729 نفر برابر شد. تا این دم 23 کس از این بیماری جان باختند. اما نشر نام و نسب آنهایی که با نشانه های این بیماری ففتیدند به مراتب از آمار رسمی زیاد است. اکثر بخش های بیمارخانه ها با سبب زیاد بودن بیماران ساکنان را قبول نمی کنند. مثل اینجا بیمارخانه مرکزی شهر کولاب. بدون رعایت طلبات مذهبی دفن کردن از کووید 19 ففتیدگان باعث نگرانی مسئولان کمیته دین هم شده است. رئیس کمیته دین سلیمان دولتزاده به نمایندگان سازمان جهانی تندرستی گفته است که با رعایت همه طلبات گیگینی دیدن روی میت، غسل دادن و در قبر نهادن آن از جانب حداقل یکی از شخصان نزدیکش میان جامعه ما بسیار حساس است. نماینده سازمان جهانی تندرستی هم اظهار داشته است که روزهای نزدیک توصیه‌های خود را وابسته به مسائل ذکر شده بیان خواهند داشت. برنامه را ادامه می‌دهم. هفته جوری زندگی صدها هزار مهاجر از آسیای مرکزی در مسکو تا جای تغییر کرد. بعد گوشه‌نشینی و بیکاری طولانی با شروع دوباره کار در بناهای ساختمانی بسیاری ها به جایهای کار خود برگشتند. اگرچه این گروه مهاجران برای زندگی بهتر در این کشور امیدوار شدند، گروه دیگر که در بخش خصوصی فعالیت داشتند همانا در 4 دیوار خانه مانده و دستنگرند. گزارش تلویزیونی نسته شیوری را در این باره عبدالله اشورف تقدیم می‌کند. شاکر جان در یکی از شرکت‌های ساختمانی مسکو به حیث مهندسی برق کار می‌کند. او 12 ساله باز در پایتخت روسیه کار و فعالیت دارد. در این مدت او توانست عائله‌اش را هم به مسکو بیارد و زندگی را اینجا به راه ماند. ناوابسته به آن که در دوره کرانتین و بیکاری کارفرما به او معاشش را پیش پرداخت کرد و یک مقدار ذخیره هم داشت، خانواده او مجبور شد صرفه‌کاری کند. شاکر جان میگوید در هر صورت وضع او در این شرایط بهتر بود. اکثر دیگر مهاجران به گفته شاکر جان در این دوره با مشکلات زیاد روبرو شدند. بچه‌های دیگر در وضع بسیار بد قرار دارند. مبلغ ندارند. پول اجاره را هم پرداخته نمی‌توانند. از همدیگر قرض گرفته روزشان را می‌گذرانند. روزی 8 به ما زنگ زده تبریک کردند و گفتند پس از 12 به کار می‌بریم. ما هم انتظاریم.
این مهاجران جوان به فرق از شاکرجان در وضعیت بدی مالی قرار دارند. آنها به تعمیر و ساختمانی خانه مشغولند، به خاطری که در تاجیکستان نزدیکانشان از این حال آنها آگاه و ناراحت نشوند نام و چهره خود را نشان دادن نخواستند. محمد جان 9 روز قبل از اعلان رجای کرانتین در روسیه به مسکو برگشت. جای کاری خوب و معین هم داشت، ولی در یک لحظه وضعیت کاملا دیگر شد. وقتی از تاجیکستان برگشتم مرزها بسته شد، کرانتین اعلان کردند و جای کار ما هم بسته شد. حالا دیگر یگان جای درآمد نیست. چطور روز میگذرانید؟ پول اجاره را چطور میدهید؟ برای اجاره قرض میگیریم. جمشید 1 سال باز در مسکو کار میکند. او طبق فرمایش به تعمیر خانه ها مشغول است. کاری آخرش ناتمام ماند. حالا دیگر کارفرما نقشه ادامه تعمیر خانه اش را ندارد. مهاجر جوان میگوید دیگر پول برای روزگذرانی ندارد. بنابراین جمشید و همراهانش مجبور شدند برای کمک به حامیان حقوق مراجعت کنند. خانه ها را تعمیر میکردیم. از وقت کرانتین شروع شد دیگر تمام روز در خانه هستیم. در این رمضان 2 دفعه به ما کمک کردند. کارشناسان بر این باورند که تجارت در ساحه ساختمان در روسیه در این دوره یگان ضرر جدی ندید و شرکت ها تجربه بیرون رفت از چنین وضع را دارند. از سوی دیگر امکان دارد شرکت ها برای در فرصت کوتاه به انجام رسانیدن ساختمان سرعت کار را به مراتب بیشتر براه مانند. برنامه امروز اخبار آزادی رو اینجا به پایان میرسونیم. نوار گزارش‌های روز در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید. من شما رو فردا در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشه.